سلام بچه ها، مصطفی هستم و امروز میخوام راجع به تاریخچه کریپتوگرافی باهاتون صحبت کنم. خیلی تاریخچه جالبی داره، چه مسیرایی رو رفته، چقدر آدما به خاطرش کشته شدن توی جنگ‌های مختلف، چقدر آدمای مختلف روش کار کردن، چه اتفاقاتی روش افتاده. واقعا جالبه، ولی من اونقدر دیتیلش رو واردش نمیشم، فقط کارهایی که روش انجام دادن رو بهتون میگم که یه مقدمه‌ای باشه واسه دیجیتال کریپتوگرافی که بیشتر راجع به پابلیک و پرایوت کی صحبت میکنیم اونجا. اول مرحله چی بوده؟ اول مرحله اینه که خود کلمه کریپتوگرافی از دو تا بخش تشکیل میشه. خود کلمه کریپتو یعنی مخفی کردن و کلمه گرافیک یعنی اینکه نوشتن. پس خود کلمه کریپتوگرافی از دو بخش تشکیل میشه. بعد میریم جلوتر. اولین مراحل چی بود؟ اولین مراحل این بود که توی جنگا موقعی که میخواستن یک پیامو منتقل کنن فقط میومدن روشو کاور میکردن که کسی که توی راه، حالا مثلا راهزنی بوده کسی بوده، نتونه، اگر اون چیزو پیدا کرد نتونه بخونتش. میومدن چیکار میکردن؟ میومدن روشو لایه‌شو روشو با یه چیزی میپوشوندن. ولی خب همونطور که میدونین اگه کسی میتونست اون لایه رویی رو از بین ببره میتونست به راحتی متن رو بخونه. پس می اومدن خود کانتنت رو مخفی میکردن، یعنی هر چی که واقعا بود همون رو مخفی میکردن و اگه کسی میتونست که لایه رویی رو از بین ببره میتونست به متن اصلی برسه. بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن نه، ما بیایم به جای اینکه متن رو بپوشونیم بیایم معنای متن رو بپوشونیم. یعنی چی؟ یعنی که متن بازه، یعنی همه میتونن ببینن ولی معنیش رو فقط یه سری آدم میفهمن. اومدن اولین مرحله چی بود؟ اومدن گفتن آقا ما متن رو به هم میریزیم، مثلا کلمه ABC، حالا هر چی که هست. اومدن گفتن چی؟ اومدن گفتن مثلا ما میتونیم بگیم ACB BAC BCA CAB CBA. ولی همونطور که میتونیم ببینین مثلا کلمات کوچیک خیلی راحت میشکنن، چون که تعداد کرکترهایی که جاشون عوض میشه خیلی کمه و هیچ الگوی خاصی هم نداره. یعنی شما نمیتونی اینو مثلا با کسی که توی یه ایالت دیگه است، توی یه شهر دیگه است، مثلا اون بدون آقا این الگو هست من حالا اینو به دست میارم. برای کلمات بزرگی هم که برای کلمات بزرگ واقعا نمیشد استفاده کردیم. اومدیم رسیدیم کجا؟ رسیدیم به دوران یونان باستان و یه دیکتاتوری داشتن به اسم آقای جولیوس سزار که واقعا یکی از پادشاهان بزرگ یونان و یکی از دیکتاتورهای بزرگ یونان بوده. اون اومد چیکار کرد؟ گفتش که آقا ما مثلا میایم به جای هر حرفی که وجود داره میایم یه حرف دیگه استفاده میکنیم. حالا اون میومد مثلا هر حرفی رو 3 تا شیفت میداد، مثلا به جای A میگفت D، به جای مثلا D میگفتش G، 3 تا شیفت میداد عوضش میکرد. یعنی مثلا اونو میآورد جلوتر، هر چیزی که میشد دیگه، حالا هر متنی که میخواست بنویسه هر حرفی که بود 3 تا حالا عقب جلو میکرد و متن رو به دست میآورد. ولی خب اینم چون که کلن 26 تا حالت داشتش، یعنی هر یه دونه حرف کلن 26 تا حالت بود، به راحتی شکسته میشد. و ضمن این که هر حرفی فقط نماینده یک حرف دیگه بود، مثلا حرف F فقط نماینده A بود. پس چی میشد؟ حالا اینجا چه اتفاقی میافتاد؟ خیلی راحت با یه روشی اتفاقا دانشمنده مسلمون خاورمیانه بهش دست پیدا کرده بودن،
بهش میگفتن frequency analysis. این چیکار میکرده؟ یعنی میگفته میامده یه متنی رو که حالا انکریپت شده بوده با یه متنی که همسایز همون بوده، دقیقا همین اندازه بوده، حروفش و فلان و اینا، میذاشتن کنار هم و چیکار میکردن؟ تعداد دفعاتی که هر حرفی وجود داشته طبق حالا جدول مثلا حروف، حالا اگه انگلیسی رو نگاه کنین، این جدولیه که مثلا میگه حرف ای بیشترین تکرار رو توی کلمات انگلیسی داره، حرف تی، حرف A به ترتیب همینطور تا XQZ که کمترین تکرارها رو دارن. حالا میامدن توی این متنی که وجود داشته میگفتن آقا بیشترین تکرار رو کدوم حرف داره نسبت به اون یکی متن پلینشون که داشتن. میگفتن آقا این مثلا ممکنه این باشه، این ممکنه این باشه. همینجوری بالاخره انقدر کم و زیادش میکردن تا میتونستن متن رو به راحتی بشکنن. و این دلیلش این بوده که هر یه دونه حرف نماینده فقط یک حرف بوده، یعنی تعداد دفعاتی که اون تکرار میشده شما به راحتی میتونستین که به دست بیارین که آقا این حرف دقیقا همین حرفه و خیلی راحت میشد شکستش. البته راحت که نه، ولی خب وقت که میذاشتن میتونستن بشکننش. بعد اومدیم جلوتر، یه آقایی به اسم بلیز دیویژنر، یه دیپلمات فرانسوی بود که اومد یه روشی رو اختراع کرد به اسم مربع ویژنر یا ویژنر سکور. این اومد چیکار کرد؟ گفتش که آقا ما به جای اینکه هر حرفی نماینده یک حرف باشه، حالا هر حرفی میتونه نماینده 26 تا حرف باشه. یعنی اینکه اگه توی یه متنی یک حرفی وجود داشت مثلا مثل A، دفعه اول شدش مثلا P، دفعه دوم که تکرار شد مثلا میشه O. پس این خیلی سخت داره برای اینکه بشه حدسش زد، بگیم آقا این تعداد دفعاتی که وجود داشته طبق اون جدول تعداد دفعاتی که توی یک کلمه وجود داره خیلی سخت‌تر میشد بهش رسیدش و اینا. من چجوری بود کار میکرد؟ چجوری یه دونه کلمه کلیدی نیاز داشت که مثلا باید میذاشتیم روی متن. حالا مثلا ما توی اینجا از کلمه بلک استفاده میکنیم. حالا مثلا یه جمله داریم به اسم move troops due east. همونطور هم که میبینید دوتا او بغل همن، دوتا ای بغل همن، یعنی این که توی خود متن اینا تکرار شدن. و اگه ما میخواستیم از همون روش سیزر سایفر استفاده کنیم، اینا دوتا دوباره کلمه ای که انکریپت میشد، حروفی که انکریپت میشد مثلا او میشد کی، دوتا کی میشد بغل هم و دوباره همون آش و همون کاسه. ولی آقای ویژنر اومد گفت چی؟ گفت ما اون کلمه کلیدیه رو برمیداریم میایم میذاریم به تعداد حروف اون متن میایم اضافه میکنیم. وقتی میایم اضافه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ حالا مثلا M توی حرف اول شده B، پس میایم چیکار میکنیم؟ B رو پیدا میکنیم توی ردیف بالا. ردیف بالا در واقع میشه انکریپت حروفمون و ردیف افقی اون بالاش هدرش میشه انکریپت حروف انکریپتمون و ردیف عمودی اولین ستونمون میشه متن پلینمون، یعنی همون متن واقعیمون. پس ما میایم بی رو پیدا میکنیم، میگیم بی شده چی؟ بی شده ام. پس میایم تلاقی این دوتا رو پیدا میکنیم، بی و ام میشه چی؟ ان. پس ان رو به عنوان اون کلمه، اون حرف انکریپت شده استفاده میکنیم. بعدی دوباره همینطور میایم ال رو پیدا میکنیم و میگیم ال شده چی؟ ال شده او. پس میایم زی رو استفاده میکنیم. بعدی دوباره A رو پیدا میکنیم میگیم شده V و توی اینجا هم شده V.
و به همین ترتیب G D S Z O. حالا اینجا رو اگه دقت کنین O یک بار شد Z، O یک بار شد O و این جالبیه تماما. یعنی روش ویژنر قشنگیش به همینه، یعنی دو تا حرف که بغل همن شما متوجه نمیشی این حرف دوبار تکرار شده و این کار رو خیلی سخت میکرد. و همینطور اگه نگاه کنین توی مثلا دو تا ای هم دوباره یه بار شده ای یه بار شده جی و الی آخر. حالا میومد چیکار میکنیم؟ میگیم که آقا چجوری این روش که آی ویژنر درست کرد بسیار شکستن سخت بود و مدت ها بعد از اینکه اون اینو اختراع کرد تونستن که بشکننش. حالا چجوری شکستنش؟ میگیم که ما همونطور که گفتیم توی روش ویژنر یه دونه کلید میخوایم، یعنی اگه ما اون کلید رو پیدا کنیم به راحتی میتونیم بشکنیمش. ولی خب اون کلید رو باید چجوری پیدا بکنیم؟ مهم اینه. حالا شما این متن رو نگاه کنید، یه متنی که اینکریپت شده. حالا ما اینو چجوری باید کلیدش رو پیدا کنیم؟ ولی وقتی که میاین داخل متن نگاه میکنین میبینین که حروف VH VS دو بار توی این متن تکرار شده و همچنین حروف Q U C E، این در واقع این توالیشون مهمه. این دو بار دوباره اینم تکرار شده توی همین جمله، حالا هرچی که هست. پس ما میگیم چی؟ میگیم فاصله بین دو تا تکرار VH VS 18 تا حرفه. فاصله بین دو تا تکرار QUCE هم 30 تا حرفه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میگیم بزرگترین مقسوم علیه مشترک بین 18 و 30 عدد 6 هست. پس میتونیم حدس بزنیم که کلید ما 6 حرفیه. وقتی که فهمیدیم کلید ما 6 حرفیه، حالا سختیش دوباره اینجا میشه. یا ما چه کلمات 6 حرفی داریم که میتونه کلید ما باشه؟ هزاران تا، شاید 10,000 تا کلمه 6 حرفی داشته باشیم، 20,000 تا کلمه 6 حرفی داشته باشیم. حتی این کلمات مثلا میتونن از خودمون در آورده باشیم، کلمه مثلا واقعی نباشن، از خودمون در میتونن به زبانهای دیگه باشن. پس ما چجوری اون کلمه 6 حرفی رو پیدا کنیم؟ ولی خب خیلی باحاله. مثلا ما چون که میدونیم 6 حرفیه، پس میدونیم که کلمه حرف اول با حرف هفتم در واقع یک حرف بودن که طبق اون ویژنر سکوئر تغییر کردن. یه بار شده V، یه بار شده Q و یه بار دیگه شده V. حالا وقتی که همه اینا رو به دست میاریم، وقتی که میذاریم توی جدول ویژنر، به راحتی میتونیم کلید رو به دست بیاریم و وقتی هم که کلید رو به دست میاریم با استفاده از اون کلید به راحتی میتونیم اون متن رو دیکریپتش کنیم. و اینکه امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تو قسمت بعدی هم راجع به پابلیک کی و پرایوت کی صحبت میکنیم. اون بسیار بسیار قشنگه و یعنی واقعا دیجیتال کریپتوگرافی بسیار بسیار زیباست و این پابلیک پرایوت کی اصلا یه روش واقعا خلاقانه‌ایه که تونستند بهش دست پیدا کنن و ما هنوزم که هنوزه داریم ازش استفاده میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که لایک و سابسکرایب کنین. تا جلسه بعدی شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.